سلام بچه‌ها، مستر گیمر هستم و اگر میخواین یک فرم شوگرکین داشته باشید به حرف من خوب گوش کنید و این ویدیو رو تا ته نگاه کنید و سابسکرایب یادتون نره اگر درست کردین. حالا این هم به اینجا وصل میکنید بچه. البته این ردستون رو باید بکنید تا خاموش روشن بشه. حالا این ستا رو وصل میکنید، ستا بلاک، هر بلاکی هم بود اشکال نداره. حالا اینا رو هم بهشون نمیدونم اسمش چیه خدایی، ولی اینا رو بهشون میچسبونید و اینا رو هم بهش میچسبونید. همونطور که میبینید الان خاموش روشن میشه. البته وسطی کار نمیکنه، بعد یه بلاک بزنید اینجا. این بلاک رو که گذاشتین اینجا اینم بذارید بالا و الان همه بلاک ها داره کار میکنه. فقط شما به یک بطری سطل آب احتیاج دارید و این سه تا بلاک اینجا رو بکنید، 1 2 3 و جلوش رو شوگرکین وصل کنید. اگر بچه از این ویدیو راضی بودین لایک و سابسکرایب اصلا یادتون نره. همونطور که میبینید داره کار میکنه.